به نام عشق، به نام روح آرامش. شکوه هستم. خوش اومدیم به پادکست ما آدما. امروز میخوام راجع به موضوع دعا و تأثیراتش روی زندگی خودمون و دیگران صحبت کنم. من معمولاً تجربیات خودم رو به اشتراک میذارم و راجع به موضوعاتی صحبت میکنم که راجع بهشون تحقیق کردم و به یه نتیجه‌ای رسیدم. خب این موضوع رو انتخاب کردم چون خیلی از ما آدما وقتی توی موقعیتی گیر میکنیم که احساس میکنیم دیگه کاری از دست هیچ کس بر نمیاد، اون موقع است که دست به دعا میشیم. چون اون موقع است که به طور ناخودآگاه و غریزی باور داریم یه نیروی برتری هست که وقتی ازش درخواست کنیم کارمون انجام میشه. کاملا درسته. اون نیروی برتر که اسمش رو خداوند، عشق، کائنات یا هر چیز دیگه‌ای که دوست داریم بذاریم همیشه وجود داره و زمانی که از ته دل با باور و ایمان همه چیز رو کنار میذاریم و از اون درخواست میکنیم جواب مثبت میگیریم. چه نیتمون خیر باشه چه شر باشه، فیلتر نمیکنه، همه رو جواب میده، ولی طبق زمانبندی خودش و اونطور که به صلاحه. چون که یه قانون هست برای قانون کائنات که میگه اراده آزاد حق انتخاب. پس هر انتخابی که بکنیم عواقبش رو خودمون میبینیم و تجربه میکنیم. مثلا یه دوست اگه بخواد بره دزدی و با باور قلبی درخواست بکنه که کارش به بهترین نحو انجام بشه و پلیس هم دستگیرش نکنه، جواب میگیره. ما آدما اینجا روی سیاره زمین توی دنیای سه‌بعدی اومدیم که تجربه کنیم و وارد یک بازی شدیم. همه چیز رو از قبل خودمون انتخاب کردیم. قبل از اینکه بیایم اینجا روی این سیاره زندگیمون رو، خانوادهمون رو، نقشی رو که باید بازی کنیم اینجا همه رو خودمون انتخاب کردیم و توی ضمیر ناخودآگاه ما، توی بایگانی ما هستش، منتها بلاک شده، یعنی امکان دسترسی بهش نداریم. چرا؟ چون که این بازی منصفانه و عادلانه باشه. ما و بقیه موجودات جهان هستی از منبع خلقت و آفرینش زاییده شدیم. پس در DNA ما، در وجود ما، در تمام کالبدهای ما همون عنصر و ماده اصلی الهی وجود داره و ما میتونیم فعالش کنیم. تمام ادیان که در طول تاریخ بشر اومدن برای بیدار کردن و آگاه کردن ما از نیروی الهی درون ما بوده و هست. همونطور که توی همه دین ها مطرح میشه، ما انسان ها بخشی از خداوند هستیم و روح الهی در ما دمیده شده. پس وقتی بهش آگاه میشی، استاد درون خودت رو که همون خداونده پیدا میکنی و هر خواسته‌ای که داری رو باهاش در میون میگذاری. برای ارتباط برقرار کردن با استاد درون خب باید از منیت‌ها، ایگوها، انرژی‌های سطح پایین عبور بکنیم و این کار با انجام تکنیک‌های تنفسی، مراقبه، رفتن به طبیعت و ارتباط برقرار کردن با زمین، آب، هوا، آتش که عناصر مهم طبیعی هستن امکان پذیره و شکرگزاری البته که فرکانس ما رو بالا میبره و با طبیعت و جهان هستی که ما هم جزئی از اونیم همفاز میشیم و
باعث میشه که به تمام ذرات جهان هستی عشق بورزیم، چون ما هم ذره از اون هستیم. پس انگار به خودت هم داری عشق میدی. وقتی که جنگ با خودت تموم شد و خود واقعیت که همون عشق رو شناختی، دیگه هر کلامی از دهان تو جاری میشه و تو عمل میکنی همش از جنس عشقه، صلح، آرامشه و ارتعاش تو که ذره‌ای از همین جهان هستی در تمام محیط پیرامون تو اثر میذاره و تبدیل به عشق میشه. مثل امواج آب. دیدین وقتی که یه سنگ میندازید توی آب موجش پخش میشه، بزرگ و بزرگتر میشه؟ فرکانسی هم که ما به جهان هستی میدیم همینطوری عمل میکنه. ما اینجا روی زمین توی یک حباب شیشه‌ای که از جنس امواجه داریم زندگی میکنیم. پس توی این محیط دایره‌ای هر فرکانسی رو که از خودمون ساطع میکنیم همون دوباره به خودمون برمیگرده. پس وقتی سراسر عشقی، عشق رو منتشر میکنی و همون دوباره به خودت برمیگرده. اگر انرژی های سطح پایین رو منتشر بکنی، دوباره همون به سمت خودت برمیگرده. خب حالا که میدونیم، آگاه هستیم که یک استاد درون داریم، پس چرا خودمون رو خسته کنیم و به این در اون در بزنیم و لقمه رو دور سرمون بچرخونیم؟ از همون اول همه چیز رو میسپاریم به همون عشق. درخواستمون رو با باور و ایمان قلبی که انجام میشه میگیم و رها میکنیم و مطمئنیم که در بهترین زمان و مناسبترین مکان برامون انجام میشه. انگار که یه مدیر برنامه داریم، فقط کافیه درخواستمون رو بگیم، برنامه ریزی و نحوه انجامش رو بسپاریم به اون. مثل هوش مصنوعی. الان دیگه اکثرا دارن با چت جی پی تی کار میکنن. چت جی پی تی یه هوش مصنوعیه که وقتی که هر درخواستی رو داری بهش میگی و اون اطلاعات رو از همه جا جمع آوری میکنه و بهترین جواب رو برای تو در نظر میگیره. ما به همین روش میتونیم با ساختار سلولیمون که اون هم یک هوش، آگاهی و شعوره صحبت کنیم و درخواستمون رو بیان کنیم. حالا نحوه درخواستمون چطوری باشه؟ من یه مثال میزنم. مثلا میخوام یه بدن ورزیده، سالم و جوان داشته باشم. خب از ساختار سلولیم اول تشکر و قدردانی میکنم که مدیریت بدن من رو به عهده داره و میگم من میخوام بدنی سالم، جوان و ورزیده داشته باشم. لطفاً مسیر رو برام هموار کن. از کارهایی که نباید انجام بدم یا مثلا غذاهایی که نباید بخورم منو منع کن. به روشی ساده و شفاف، بدون درد و رنج که برام قابل درک باشه. و به سمت کارهایی که باید انجام بدم و یا غذاهایی که باید بخورم منو هل بده. هدایتم کن به اون سمت. همین. بعد بشین و تماشا کن. البته به شهودت، به ندای قلبت هم گوش کن. آگاه باش به صدای درونت. من امتحان کردم، جواب داده که میگم. مثال خودم رو براتون بزنم. من وقتی این درخواست رو داشتم که بدنی سالم، جوان و ورزیده داشته باشم، درخواستم و گفتم و رها کردم. اصلا باورتون نمیشه. بعد از حدود 1 هفته که البته بعداً متوجه شدم، بهش آگاه شدم که به خاطر اون درخواستم بوده.
من با دخترم رفته بودم بیرون و میخواستیم قهوه بخوریم. قهوه‌ای که همیشه میخوردم رو سفارش دادم و یه دونه دونات هم سفارش دادم. وقتی که شروع کردم اولین قلوب از قهوه رو خوردم، اصلا به نظرم خیلی بدمزه اومد. بعد به دخترم و مادرم گفتم که چرا انقدر بدمزه است، انگار که خوب درستش نکردن و چرا با همیشه فرق داره. و اونا یه ذره امتحان کردن، بعد گفتن که نه همونه، این همون مزه همیشگیه و تازه من خوشمزه تر هم هست. من دوباره امتحان کردم، دیدم نه خیلی بدمزه است، یعنی اصلا نمیتونم بخورمش. گفتم شاید با خودم گفتم شاید دارم مریض میشم و یا دهنم بدمزه است. نخوردم، قهوه رو نخوردم. بعد گفتم خب بذار دوناتمو بخورم. وای دوناتم به نظرم خیلی شیرین و خمیر اومد. خلاصه این که اون روز من هیچ کدوم از اینا رو نتونستم بخورم که همیشه اینا رو سفارش میدادم. گذشت و ماجرا تا هفته بعدش دوباره با یه سری از دوستام رفته بودیم بیرون و من همون قهوه رو سفارش دادم و باز همون ماجرا اتفاق افتاد. دیگه با خودم گفتم مشکل از کجاست؟ چرا داره اینطوری میشه؟ یه سکوت و پرسیدم از روح برترم که چرا داره این اتفاق برای من میفته. باور کنین اصلا یادم نبود که من این درخواست رو داده بودم. یک صدایی در درون من پیچید که یک ندایی که خودت درخواست داده بودی که از غذاهایی که نباید بخوری تو رو منع کنیم. و این شد که من اگه دیگه بخوام بیرون نوشیدنی گرم بخورم یا چای گیاهی سفارش میدم و یا آب گرم. یه مثال دیگه راجع به ورزش کردنه، چون من درخواست کرده بودم که بدنی سالم و ورزیده داشته باشم. خب اینو بگم که به دلیل حجم کاری فرصت رفتن به جیم رو نداشتم. بعد یه روز صبح زود از خواب بیدار شدم بدون اینکه ساعت گذاشته باشم. مثلا ساعت 5:30 صبح از خواب بیدار شدم و دیگه اصلا خوابم نمی برد. هر کاری کردم خوابم نبرد. با خودم گفتم وای الان چی کار کنم، این همه زود بیدار شدم، مثلا 2 ساعت وقت دارم. یه ندایی دوباره توی گوشم پیچید که پاشو برو جیم، الان برو ورزش کن. دوباره ذهنم اومد وسط گفتش که بابا حال داری پاشی الان صبح زود بری جیم، بگی بخواب، دوباره سعی کن خوابت میبره. خلاصه انقدر غلط زدم تو تخت خواب و خوابم نبرد، جیمم نرفتم. این موضوع فرداش دوباره تکرار شد. بعد من خودم دوباره گفتم چرا من دوباره دارم صبح زود از خواب بیدار میشم بدون دلیل؟ علتش چیه؟ دوباره اون نداه گفت ورزش، پاشو برو ورزش کن، الان بهترین زمانه که تو ورزش کنی. اون موقع بود که گفتم اوه پس این ندای قلبه داره دوباره با من حرف میزنه و من دارم نادیده میگیرمش. این شد که آماده شدم و رفتم جیم و از اون موقع به بعد هفته‌ای 3 روز دارم میرم جیم. پس خیلی مهمه که وقتی درخواستی رو میدیم توجه کنیم به ندای قلبمون. این وسط ذهنم بازیای خودشو در میاره. ذهن خیلی قویه، ممکنه به هر دلیلی منعت کنه، ولی اون ندای قلبه قدرتش خیلی قوی تره. وقتی شما درخواستتو داده باشی، مدیریت رو به اون سپرده باشی، به روش‌های مختلف سعی میکنه بهت نشونه بده. ولی وقتی که تو
اسیر ذهنت بشی و کنترل رو به ذهنت بسپری، به ندای قلبت توجه نکنی، خب بعد از مدتی اون هم خاموش میشه و دیگه صداش رو نمیشنوی. خب حالا بعضی از ما آدما کجا راه و گم میکنیم و راهکار استفاده درست از قوانین کائنات رو بلد نیستیم. جایی که میایم مداخله میکنیم توی زندگی و تجربه و بازی فرزندمون، همسرمون، دوستمون، پارتنرمون یا هر کس دیگه. یادتونه جلوتر گفتم ما با اراده آزاد و حق انتخاب به این دنیا اومدیم؟ خب اگه من یه دعایی برای کسی انجام بدم که خواست اون شخص نیست، پس من در سرنوشت اون دست بردم. خودم میخوام خدایی کنم، چون به نظر خودم خیر و صلاح اون فرد یا خودم رو میخوام. پس حق دارم دعا یا درخواست مشترک داشته باشم. نه عزیزم، نه هم سیاره عزیز، قوانین کائنات اینطوری کار نمیکنه. شما ناآگاهانه بدون اجازه اون فرد یه درخواست مشترک انجام دادی و برای خودت و اون شخص انسداد انرژی ایجاد کردی و یا میکنی و مجبور میشین اونقدر مسیرهای بیراهه و فرعی رو طی کنین تا دوباره برگردین سر مسیر مستقیم و درست خودتون. یه مثال بزنم. من نوعی دوست دارم یه زندگی مشترک رو تجربه کنم. یه شخصی رو در نظر دارم. میام میشینم دعا میکنم که با اون شخص حالا یا دوست بشم یا ازدواج کنم یا هرچی. ولی شاید این درخواست اون شخص نباشه. پس من بدون اجازه حق انتخاب رو از اون سلب کردم. حتی اگر درخواست و دعای من اجابت هم بشه، به درستی کار نمیکنه. یه جای کار ایراد داره. کلی چالش های دردناک و رنجاور سر راهم قرار میگیره که خودم هم نمیفهمم از کجاست و چرا. ممکنه به اون فرد برسم، ولی به چه قیمتی؟ تمام مسیر رو اشتباه رفتم. حالا یا کار دعوا و مشاجره و در نهایت جدایی میکشه، چون مسیر رو بیراهه رفتم، تا دوباره برگردم از اول بیام تو مسیر درست قرار بگیرم. روش درست درخواست چیه؟ من از منبع خلقت و آفرینش میخوام که فردی مناسب زندگی مشترک با من، مثلا با این مشخصات، چه مشخصات فیزیکی، جسمی، چه روحی، شخصیتی، هر چیزی، سر راه من قرار بده. فرد خاصی رو تجسم نمی کنم توی ذهنم. چیزهایی رو که میخوام، خصوصیاتی رو که میخوام از فردی که زندگی مشترک باهاش داشته باشم به صورت کلی بیان میکنم. نمیدونم از کجا، کی، چه جوری سر راه من قرارش بده. مطمئن باش که بهترین گزینه سر راهت قرار میگیره. اصلا با پای خودش میاد از جایی که فکرش هم نمی کنی. این موضوع برای فرزندانمون هم صدق میکنه. من اجازه ندارم خودم یا از طریق کسی دیگه مثل دعانویس یا هرچی برای فرزندم یا هر کس دیگه‌ای دعای ازدواج، ثروت، گشایش کار یا هر چیز دیگه‌ای رو بگیرم و درخواست کنم. چرا؟ چون با این کار در اراده آزاد اون شخص دخالت کردم و عواقبش گریبانگیر خودم و اون فرد میشه. بچه‌های ما حق دارن تمام حس‌های روی زمین رو تجربه کنن.
رسالت ما روی زمین همینه، تجربه کردن. مثل اینه که شما بدون اجازه توی قرارداد من یه ویرایشی رو انجام بدی و یا یه چیزی رو کم و زیاد کنی. ما به عنوان پدر و مادر فقط یه پورتالی هستیم، یه دروازه‌ای هستیم برای ورود روح‌های دیگه به این سیاره و وظیفه ما اینه که مثل سایه باشیم برای فرزندانمون، حمایتشون کنیم، مراقبشون باشیم، نه اینکه کنترلشون کنیم و خواسته خودمون رو به اونها القا کنیم. شاید فرزند من اصلاً توی قراردادش نیست که ازدواج کنه. شاید اصلاً دانشگاه رفتن برای فرزند من مناسب نیست. شاید یه توانایی‌های دیگه‌ای داره که باید از طریق اونها این تجربه زمینی رو کامل کنه. هر کدوم از ما منحصر به فرد هستیم و برای یه کاری اینجا اومدیم. ما باید اجازه بدیم هر کس خودش رو کشف کنه و این موضوع فقط با تجربه کردن، زمین خوردن، تمام احساسات رو متعادل کردن کامل میشه. تغییر باورها اولش سخته، میدونم. اون همه باوری رو که داشتی بخوای یه شب تغییر بدی نمیشه. همیشه گفتن سنگ بزرگ علامت نزدنه. از کم شروع کنیم، آهسته و پیوسته، 2 تا پله یکی نکنیم که یهو پامون بلغزه و بخوریم زمین. پله پله پیش بریم، قدم به قدم. قدم اول یاد گرفتن صحیح تکنیک تنفسیه. با این کار به جریان حیات وصل میشیم. این تکنیک تنفسی رو قطعاً بیشتر شما میدونید، فقط برای یادآوریه. بهش میگن تکنیک تنفسی شکم. ساده ترین روشش اینه: از جهان هستی، روح برترم، مادرمون زمین و ساختار سلولیم تشکر و قدردانی میکنم. بعد نیت میکنیم که با هر دم انرژی عشق، خوشبینی، تعادل، نور و صلح رو وارد بدنم میکنم و با هر بازدم تمام انرژی های سطح پایین مثل خشم، ترس، نگرانی، بیماری همه رها بشه و به هسته کریستالی زمین بره و اونجا با آتش عشق الهی بسوزه و تبدیل به نور و عشق بشه. یک دم خیلی عمیق میگیریم، میتونه با 3 شماره یا بیشتر باشه، به طوری که شکم شما مثل یک بادکنک بزرگ میشه و باد میکنه. انقدر این تنفس رو ادامه میدین تا دیگه جا نداشته باشه بیشتر از اون شکمتون بزرگ بشه. بعد به اندازه 3 شماره توی بدنتون نگه میدارین و با 3 شماره با خساست از طریق دهان این دم رو کاملا خارج میکنین، طوری که شکمتون صاف و تخت میشه. بعد از هر سیکل تنفسی انگار یک تصفیه انجام میشه و فرکانس و ارتعاش بدن ما با نیروی حیات تنظیم میشه. بهتره که هر بار 12 دفعه این تنفس رو انجام بدین، مثلا صبح، ظهر، شب، هر کدوم 12 بار. بعد از این سیکل تنفسی که انجام دادیم میتونیم درخواستمون رو از منبع خلقت و آفرینش طلب کنیم. من تجربه کردم و بهش رسیدم. اولین قدم همینه. شما هم تجربه کنید، خیلی احساس آرامش و سبکی میکنید، چون با این تکنیک تمام اون سنگینی های انرژی های سطح پایین رو از بدنتون رها میکنید. یه نکته مهم اینه که هر کسی هر باور و یا دینی داره همون رو ادامه بده، فقط این روش ها رو مثل مکمل بهش اضافه بکنه.
تمام ادیان در نهایت خواستن یک موضوع رو به ما بگن: خودشناسی، خودآگاهی.